آماده‌ای؟ بگمونم. من کمی در هیجانم ولی از اجراش میبرایم. خدا خواهد. گوش کن، هر قدر که آرام باشی کار همان قدر خوب صورت میگیرد. آن جهازی را که به تو دادم آوردی؟ بله، همینجاست. بسیار خوب. حالا باز به تو یک گوش کنک میدیم. میخواهم که این را در حجره کاریش گذاری، چون که همه نقشه هایش رو در آنجا میکشد. دیگرش رو باشد، مثلا میتوانی در میمانخانه‌اش گذاری. فرصت که یابی در هر کجایی که موافق خواهد میگذاری. من میروم. ابرو، تشکری زیاد. در واقع به نهایت زیبا شده ای. گلسون؟ جنید؟ مسئله شناسنامه ها را حل کردم. این طور باشد توی کرده میرویم. من لباس هایم را جمع کنم. نه امشب هیچ جا رفته نمیتوانیم. من باید باز کمی پول جمع کنم. چگونه پول جنید؟ یک جای شدن اما مهم است. همین طور نیست مگر؟ گلسون، به پول کجا می رویم؟ کودک بر این گپ نزن. با ما پول در کار. مگر شما را گرسنه نمیگذارم. این خیلی نمی شود. نمیتوانی؟ پس من به همه این کارهایی که شده ایستاده است چگونه طاقت دارم؟ چقدر باز من پسر خود را از دور نگاه میکنم؟ گلسوم جنید، من به تو باور کردم. میفهمی؟ به تو باور کردم. همه چی را به تو باور کردم. ما را باید که انجام زیبا در پیش میشد. چون افسانه کنی آن خوشبختی ها جنید. کنی آن قهرمانی که مرا از دوزخ نجات میدهد. شبی گذشته من به تو گفتم که تولد میکنم، کمک خواستم، ولی تو نآمدی. من انتظار بودم که می آیی، اما از تو هیچ درک نبود جنید. آمدم. مادرت مرا از در راند. یگان راه دیگرش را میافتی جنید. باید چی کار میکردم؟ من در دهخانه تولد کردم. مادرم طفل مرا گرفته به کسی دیگر داد. تو کجا بودی؟ چون همیشه تو نبودی. من غمی خود را دائم با امید آینده بهتر تسکین میبخشم، اما من دیگر طاقت ندارم. حاضر ما به پایان میفراییم، در آنجا نکاح میکنیم، ولی عابدین به پسرمون نسب خود را میدهد. ما چگونه پسرمون را میگیریم جنید وقتی اون نسب دیگر کس را دارد؟ ها؟ با پسرمون چی میشود؟ جواب ده. تو کی را فریب میدهی؟ مرا یا خودت را؟ اگر مرا فریب دهی پس چهار طرفت قبله. خوش آمدی دخترم. تشکر. خوب کردی که آمدی. تشکر زیاد. خوش آمدی ابرو.
کسی پی نبرد. توی که سرشتان رو میگذاری فهمو؟ خوش آمدید جناب مأمور نیکا. خوش باشید. قدم شما بسیار با برکت است. زود اینجا می آید و نیکاه میکنید. مرحمت. خوش آمدید. تشکر. چه حال داری پسرم؟ خوب نیستم ولی بخیر شود. پسری خاله کی میگفت که هر دویمون پای همزن میگیریم ها؟ خدا با سورپریز های دیگر روبرو نکند برادر. ها مادرم. بیاید زود سر کنیم و جانمون خلاص شود. بیا صفیه. شاهدان کیا هستند؟ ها من این کارو تماما فراموش کردم. بگذار شاهدان تقای نمیک و اکای فرهاد شوند. البته ولی شناسنامه من در اتاق کاری من است. زود گرفته می آیم. تقا ایستا من زود گرفته می آورم. سلامت باش پسرم. بغض کردن لازم نیست اپا. حلاوت ببر. یعنی آبیدین میتوانست هیچگاه اویله دار نشود. حاضر او کور و لنگ است ولی صاحبی زن و اویله می شود. دستم را میخورانی یتر. خبردار باش. ابرو زودتر برو. ابرو زودتر. محکم است. پنهان شو. زود رفته پنهان شو.